سلام، من سپهر بیات هستم و اولین قسمت از پادکست شطرنج خوش اومدین. مهمون این قسمت از برنامه ما دکتر محمد رضا عاطفی. خیلی دوست دارم که نظرتون رو راجع به یه سری کسب و کارها در محیط ایران بدونم. معمولا ریبرندینگ در پی یک تغییر در استراتژی و تغییر در یک فلسفه وجودی ایجاد میشه. بیایم به این موضوع فکر کنیم که استابیلیتی کی شکل پیدا کرد. استابیلیتی در اواخر دهه 60 شکل پیدا کرد.